فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس این برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب عالی خواهم خواهش میکنم. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سوالایی که از طریق SMS فرستادیم برنامه رو آغاز میکنیم و بعد از آن انشالله به تماس هایی که به صورت زنده میگیرین میپردازیم و درخواستم دارم که انشالله سوالا رو به صورت مختصر داشته باشین تا زیادم وقت برنامه گرفته نشه. جناب مولانا بیننده پرسیدن که زنی با زن دیگر از روی شهوت اگر با یک دیگر بازی کنند از نظر شرعی چه حکمی دارند؟ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الله متعال در قرآن مؤمنان و انسانهای پاک دامن را که بر مقتضای ایمانشان پاکی و پاکیزگی را برگزیدند می ستاید و می فرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. کسانی که شرمگاه خودشان و محل تناسلی خودشان را حفظ می کنند، نگه می دارند، محفوظ می دارند مگر برای همسرانشان، یعنی تنها رابطه جنسی با همسر جایز هست و بس، بیشتر از این جایز نیست. و الله متعال کسانی را که راهی دیگر غیر از این راه یعنی غیر از اطفای حس شهوانی با همسر، غیر از این راهی که باشد، الله متعال می‌فرماید فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اینها انسان‌های تجاوزگری هستند. پس بنابراین به هیچ عنوان جایز نیست که مرد با مرد یا زن با زن یا برعکس ارتباط جنسی برقرار بشه مگر از راه حلال که زن و مردی با همدیگر و روش شرعی با همدیگر ازدواج کرده باشند. قبل از این مورد، یعنی این به اصطلاح عربی سحاق یا ارتباط جنسی دو نفر همجنس با همدیگر، زن با زن یا مرد با مرد، چندین محظور شرعی یا چندین ممنوعیت شرعی رو در بر دارد. غیر از این، نه تنها این که ارتباط جنسی امر حرامی هست بالاجماع، بلکه قبل از این خود نگاه کردن عورت به فرد دیگری از نظر شرعی حرام هست. تفاوتی نداره که عورت مرد باشه که مرد به عورت مرد نگاه بکنه یا مرد به عورت زن نگاه بکنه یا زن به عورت زن نگاه بکنه یا زن به عورت مرد باشه. تمام صورت‌هاش از نظر شرعی حرام قطعی و 100% و مورد اجماع تمام علمای مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی که در سنن ترمذی هست هم فرمودند که لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. مرد نه به عورت مرد نگاه بکنه و نه زن به عورت زن نگاه بکنه و برعکسش که گناهش یعنی بالاتر هست. یعنی اگر مردی به عورت یک مرد نگاه بکند یا زنی به عورت یک زن نگاه بکند، این بالاجماع حرام هست و گناه هست. اگر برعکسش باشد که یک انسانی به عورت جنس مخالف نگاه بکند، مرد به زن نگاه بکند یا زن به مرد نگاه بکند، در اون صورت با توجه به حساسیت قضیه گناهش هم در واقع بیشتر هست و اونم مورد اجماع هست. به اتفاق چنین چیزی حرام هست. وقتی که خود رؤیت عضو دیگران
هم از مرد و زن باشه، چه با شهوت یا بدون شهوت باشه، هر دو صورتش حرام هست. با شهوت که گناهش در واقع بیشتر است، این حرام باشه. بعد از این مرحله بالاتر خود به اصطلاح دست زدن به طریق اولا در واقع حرام هست و اضافه بر آن ارتباط جنسی باز در مرحله بالاتری از حرمت در واقع قرار داره. بین خاطر از در روایتی که امام طبرانی رحمت الله علیه ذکر کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که السحاق بین النساء زنا بینهن، که ارتباط زن با زن در واقع یک زنای زنانه محسوب می شود و به اتفاق تمام علما و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت این جزء موارد حرام و ناجایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که من در روزهای دوشنبه پنجشنبه روزه میگیرم، روزهایی که سر کار میروم عصبانی میشوم و داد میزنم، آیا در روزه من اشکال وجود میآید یا نه؟ زمانی که انسان روزه هست باید سعی بکند که از نظر روحی و روانی آرامش خودش را حفظ بکند و زبان خودش را و بقیه اعضای خودش را از کارهای بیهوده و از کارهایی که عموما ثواب روزه را کم میکنند باید پرهیز بکند. سر و صدا کردن، پرخاش کردن، حرف بیهوده زدن جز مواردی هستند که در هنگام روزه، حتی در غیر روزه، مناسب نیستند برای یک انسان مسلمان و در حالت روزه به طریق اولا انسان باید حتما این موارد را مراعات بکند و قطعا سر و صدای بیجا یا کارهای بیهوده که انسان انجام بدهد، عصبانی و عصبانیت و داد و فریاد کشیدن، اینها تأثیر دارند بر روح و روان انسان و چه بسا در مواردی باشه که تأثیر روزه را و ثواب روزه را هم در واقع کاهش بدهند. اما به صورت کلی باعث شکست شدن روزه نمی شوند. روزه صحیح هست، جایز هست و هیچ گونه به اصطلاح کراهتی نداره، روزه به اتفاق صحیح هست. اما این اعمال با روزه سازگاری ندارند. انسان باید سعی بکنه تا جایی که برایش ممکن هست در زمانی که روزه هست خصوصا باید یه مقدار بیشتر مراقب گفتار و رفتار خودش باشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در ایران زندگی میکنن و در اینجا گوشت مرغ و گوسفند به صورت آماده شده در فروشگاه‌های بزرگ فروخته میشه. گفتن که برای حلال بودنش آگاهی ندارن، آیا خوردن این گوشت ها درست است یا نه؟ برای مثلا استفاده کردن از گوشت هایی که در قصابی ها یا در مراکز فروش به عرضه گذاشته می شود و خصوصا در کشوری که عموما اسلامی هست و نظارت های به اصطلاح حکومتی و دولتی وجود داره بر این گونه موارد، انسان نباید زیاد وسواس داشته باشه. در کشور اسلامی اصل بر این است که تمام گوشت هایی که در بازار وجود داره و تمام قصابی هایی که به اصطلاح هستند، قصاب هاشون کسانی که حیوانات رو ذبح میکنند اساسا مسلمان هستند. بیش از این انسان نباید وسواس زیادی رو داشته باشه. منتها تا جایی که برایش میسر هست، اگر میداند که در محلهشون یک قصابی هست که اهل دین هست، اهل نماز هست، اهل تقوا هست، قطعا از ذبیحه چنین افرادی استفاده بکنند این اولاتر و بهتر هست برای اطمینان قلبی انسان. اما به صورت کلی در کشور اسلامی تمام گوشت هایی که وجود دارند در مراکز اسلامی، در فروشگاه های اسلامی فروخته می شوند و چون که اصل کشور اسلامی هست، اصل بر این است که این موارد در واقع حلال هستند، مگر در مورد خاصی که انسان قطعا یقین داشته باشه که فلان مورد یا فلان حیوان یا فلان فرض کنیم قصابی حیوانات رو به یک طریقه غیر شرعی ذبح می‌کند، به طور مثلا خفه می‌شود یا گوشت‌های حرامی رو عرضه می‌کند، اون یک حکمش یک حکم کاملا جداگانه هست. اما تا زمانی که مشکوکیتی وجود ندارد یا اطمینانی شما ندارید بر حرمت کار یک قصاب یا یک فروشگاه، در صورت کلی حلال هستند و انسان نباید زیاد هم در این موارد تدقیق بکند و دنبال مثلا تحقیق برود. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که آیا گوش دادن به ترانه و موسیقی حلال است یا حرام؟ گوش دادن به ترانه یعنی به اصطلاح خود شعر و گفتاری که شاعرانه هست، این بستگی به خود نوع کلامش داره. اگر کلامش یک کلامی باشه که از منکرات دور هست، از
وصف زنها دور هست، خالی هست و هیچ گونه به اصطلاح تحریک کننده نیست برای زن یا برای مرد و یک مورد عادی هست، یک شعر حماسی و ترانه حماسی هست، یک ترانه اخلاقی یا فرض کنیم که معنوی هست. این از نظر شرعی اشکالی ندارد، در حد یک شعر و یک ترانه باشه که به اصطلاح مفاهیم دینی، اخلاقی یا قومی و قبیله‌ای رو مورد بررسی قرار بده یا مفاخر قومی رو بررسی بکنه، این از نظر شرعی اشکال نداره. اما در صورتی که همراه با یعنی موارد دیگر باشد، به طور مثال خود مفهوم این ترانه مفهوم غیر اسلامی باشه، تحریک کننده باشه، وصف زن باشه، دعوت به کفر و گناه و معصیت باشه، قطعا اون هم حرام هست، ولو این که همراه با موسیقی نباشد. خود ترانه صرف و بدون به اصطلاح موسیقی در صورتی که خود مفاهیمش آلوده به گناه باشن، دعوت به گناه باشن، تحریک کننده باشن برای گناه، اون حرمتش یک حرمت به اصطلاح جداگانه هست. و در صورتی که با موسیقی باشد، خود موسیقی هم در دایره بسیار محدودی که و ابتدایی که در شریعت اسلامی یعنی صحه گذاشته شده بر اون، مانند استفاده کردن از دف، اونم نه به صورت حرفه‌ای بلکه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیزکان یا دخترای کوچک این کار رو انجام میدادن، یعنی در عروسی دف میزدن. تا این اندازش از نظر شرعی اشکالی نداره، به عنوان اظهار شادمانی، اونم از طرف کودکان یا نونهالانی که به اصطلاح مکلف نیستند یا در حد ابتدایی این کار رو انجام میدن. اما اگر به صورت یک موسیقی مدرن باشه، ولو اینکه اسمش همون دایره باشه اما تحریک کننده هست و به صورت یک موسیقی مدرن در اومده و همراه با اختلاط زن و مرد هست یا همراه با ترانه‌های به اصطلاح آلوده به گناه هست، اون باز هم حکمش یک حکم کاملا متفاوت است و حرام هست. اما بقیه انواع به اصطلاح موسیقی از نظر شرعی حرام هستند. انسان باید سعی بکند با وجود این که در این زمان به صورت گسترده منتشر شده، چه بسا که امکان نداره که انسان 100% و به صورت کامل یعنی از موسیقی دوری بکنه، چه بسا که خواه ناخواه هم در کوچه و خیابان این موارد رو میشنوند، اما آنچه را که ناخواسته هست الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند. در روایتی هست از ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری که امام بخاری رحمت الله علیه اینو به صورت تعلیقاً آورده و در کتاب‌های دیگر به صورت متصل و مسند هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الخمر والحر والحریر والمعازف. جزء پیشینگویی های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که فرمودن در آخر الزمان از امت من یک انسانهایی خواهند بود که خمر را یعنی شراب را و زنا را و ابریشم را و معازف را، معازف یعنی ابزار و آلات موسیقی هستند، اینها را حلال میدونند. رسول الله صلی الله علیه و سلم موسیقی را در کنار ابریشم و در کنار زنا و فاحشگی و در کنار خمر قرار دادند، در صورتی قطعا ما میدونیم که هم خمر و شراب و زنا و پوشیدن ابریشم برای مردان به صورت قطعی و 100% حرام هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم معازف را، این ابزار موسیقی رو در کنار اینها قرار داده و خود این تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که یستحلون، اونها را حلال میدونند، دلالت بر این میکند که این گونه موارد در واقع حرام هستند و عرض کردم که در صورتی که همراه با منکرات دیگر باشند حرمتش قطعا هم بیشتر هست. انسان به خاطر مراعات کردن تقوا باید سعی بکند که تا جایی که برایش میسر هست از شنیدن موسیقی و ترانه‌های گناه آلود حتما پرهیز بکند و این هم عملا ثابت شده. کسانی که به موسیقی عادت کردند یا آرامش خودشونو که آرامشی وجود نداره تصور میکنند که آرامششون در موسیقی هست، اینا به هیچ عنوان نمیتوانند از صدای قرآن یا از تلاوت قرآن در واقع لذت ببرند یا حتی نمیتوانند تحمل بکنند صدای قرآن رو. پس بنابراین انسان به جای این که خودش را به موسیقی و موارد دیگر و ترانه و سرودهای دیگر عادت بدهد، باید سعی بکند که به تلاوت قرآن بپردازد یا تلاوت‌های قرآن رو گوش بکند که این خودش یک عبادت هست و تأثیرات روحی و روانی بسیار مثبت و آرامشی رو حتما در پی خواهد داشت. سپاسگزارم از شما. بیننده پرسیدن که لطفاً در مورد حدیثی که گفته شده است که اگر همسر بگوید از شوهر خیری ندیدم
توضیح دهید که آیا این کلام و این گفته که از شوهر خیر ندیدم آیا گناهی بر همسر هست یا نه؟ زندگی مشترک و زناشویی که در میان زن و شوهر منعقد می شود یک قرارداد بسیار مبارک و با ارزش هست و از دیدگاه اسلامی و حتی عرفی و انسانی زن و شوهر بر همدیگر حقوق متقابلی رو دارن. یعنی هر کسی باید حقی رو که تعریف شده چه از نظر عرفی چه از نظر شرعی و قانونی که زن باید برای مرد انجام بده یا مرد باید برای زن انجام بده، زن و شوهر باید این حقوق متقابل را و این احترام متقابل را و تشکر و سپاس متقابل را حتما باید داشته باشند. در این روایت که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اینو روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نکته ای رو که معمولا در میان زنها بیشتر هست، معمولا در میان زنها بیشتر هست و به قول معروف با اندک اختلافی از کوره در می روند و حرفی رو که حرف دلشون هم شاید نباشد این حرف رو بر زبان می آورند به خاطر اینکه نمیتونن احساس و عاطفه خودشون رو کنترل بکنن. اما به هر صورت ناسپاسی چه ناسپاسی انسان باشه و از همه در دایره انسانی است ناسپاسی پدر و مادر و خصوصا شوهر و کسانی که واقعا احسان و لطفی دارند بر خود فرد اگر ناسپاسی بشود و کفران نعمت بشود این گناهش در واقع به مراتب بالاتر هست. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء، آتش جهنم یعنی به من نشان داده شده من دیدم که بیشترین افرادی که در جهنم افتادن در مقایسه با مردان بیشترشون زن هستند و در این مورد روایات دیگری هم وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عیدی به زنها فرمودند که تصدقن یا معشر النساء، زنها شما صدقه بدید که زیرا من بیشترین جهنمیان رو زن دیدم، نه به خاطر اینکه زن هستند، به خاطر اینکه نمیتوانند که بیشتر بر گفتار خودشون بر رفتار خودشون اون کنترلی رو که مردان دارن متاسفانه زنان در این زمینه ندارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکفرن، که به خاطر اینکه کفر میکنند. اصحاب پرسیدن یکفرن بالله، آیا به خاطر اینکه کفر به الله میکنند یعنی کافرند؟ فرمودند نه، منظور از این نیست که مثلا کافر به الله هستند، بل یکفرن العشیر، به خاطر اینکه ناسپاسی شوهرانشون رو میکنند. و شوهری که واقعا هم تمام زندگی خودش رو گذاشته و با تمام زحمت و با تمام مشکلات شب و روز در پی این است که آرامشی رو ایجاد بکنه برای خانواده، تأمین بکند خانواده رو. حالا هر شوهری به هر اندازه‌ای که به اصطلاح موفق شده باشه، شاید برخی از شوهران دستشون نرسه به اون گونه‌ای که شاید و باید نتواند خانواده خودشون رو تأمین بکنن، اما همین که در حد خودشون و در حد امکانات خودشون سعی و تلاششون بر اینه که شکم زن و فرزندشون سیر بشه، آرامشی رو به خانواده بیارند و سعادتی رو به خانواده بیارند، زن و فرزندشون رو خوشحال بکنند، این در واقع جای تشکر داره. اگر یک روزی بنابر یک اختلاف سلیقه‌ای فرض کنیم که در میان زن و شوهر اختلافی افتاد، این درست نیست که زن کل زندگی مرد رو، تمام تلاش‌هایی رو که این مرد داره، تمام خدماتی رو که انجام داده، تمام صداقت و اخلاصی رو که داشته برای خدمت به این خانواده خودش، اینها رو زیر سوال ببرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که معمولا عادت زن این گونه است: لو احسنت الی احداهن الدهر، که اگر یک عمری به یک زنی شما نیکی بکنید، ثم رأت منک شیئا، بعد از اون یک اتفاقی افتاد در میانشون، شکر رنجی به اصطلاح به وجود آمد، اختلاف سلیقه‌ای بود، از هم دیگر ناراحت شدن، می‌بینید که زنها شاید خواسته یا ناخواسته بگن که ما رأیت منک خیرا قط، من از تو اصلا خیری رو تا حالا ندیدم. در صورتی که هر شوهری که باشه، بی خیرترین شوهر، اون کسی که هیچ یعنی به اصطلاح بار مسئولیتی رو هم بر دوش نگرفته باشد، حتما از یک به اصطلاح خیری داره در به صورت کل. این گونه نیست که 100% هیچ خیری از اون نرسیده باشه که جای تشکر و سپاس را داشته باشه. قطعا انسان باید شکرگزار باشه. این به معنی نیست که به اصطلاح شریعت اسلامی مرد را بر زن ترجیح داده، نه، به همون صورت که زن به اصطلاح مسئول رفتار خودش، مسئول گفتار خودش هست، به مرد هم در واقع مسئول گفتار خودش هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در موارد زیادی مردان را
را در واقع مورد خطاب قرار دادن و فرمودند که شر الرعاء الحطمه، اون کسانی که مسئولیت پذیر نیستن در مقابل افراد زیر دست خودشون، اونها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بدترین مسئولان در واقع نامگذاری کردند و فرمودند که برای گناهکار بودن این کافی است که انسان افرادی رو که تحت تکفلش هستند اونها را ضایع بکند، اونها را از دست بدهد، به اونها رسیدگی نکند. پس بنابراین هم زن بر مرد و هم مرد بر زن حقوق متقابلی را دارند، منتها عملا ثابت شده که زنها بیشتر از مردان ناسپاس هستند. در میان مردان هم قطعا انسانهای ناسپاسی وجود داره، زن هم شب روز در منزل زحمت میکشد و این بستر آرامش رو فراهم کرده برای به اصطلاح مرد و حتی کارهایی رو که زن در منزل انجام میدهد چه بسا که از عهده یک مرد و خصوصا مردی که بیرون از خونه هست بر نمیاد. پس بنابراین هم مرد باید سپاسگزار خانمش باشه به خاطر اینکه امور داخلی خانواده رو مدیریت میکند و هم زن باید سپاسگزار شوهرش باشه که امور خارجی و بیرونی منزل رو در واقع مدیریت میکنه و ناسپاسی از هر کسی که باشه قابل توجیه و قابل پذیرش نیست. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن و بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن لطفا از الان سوالها رو به صورت مختصر و آماده داشته باشن تا وقت برنامه زیاد گرفته نشه. بیننده پرسیدن که یک بنده خدای روزانه 15,000 تومان به شوهرش خرجی خانه به او میدهد. اگر اون خرجی یه موقع 2,000 تومان مان، شوهرش میگه من بهت نمیبخشم و پول شخصی هم بهش نمیده. اگر این پول را پس انداز کنه و به شوهر نگه آیا جایزه؟ در موردی که شوهر مخارج خانواده را تامین میکند به صورت کامل یا به قول ایشون خرجی رو به همسرش میدهد که ایشون مدیریت بکنه و دخل و تصرف بکنه در آن، فقط در دایره مثلا خرج و مخارجی که در منزل هست، نه برای استفاده شخصی یا برای پسنداز کردن. و خود شوهرم صراحتاً گفته که من این پول رو به تو نمیبخشم. در واقع مناسب نیست که زنی چون این کاری رو انجام بده که این رو برای امور خودش صرف بکنه. اما اگر اینو پس انداز بکنه برای اینکه دوباره در امور خرجی خانواده در واقع مصرف بکنه، این از نظر شرعی اشکال نداره. اما این که از خرجی این رو کم بکنه و برای مصرف شخصی خودش یا برای کارهای دیگری رو پس انداز بکنه، با توجه به این که خود شوهرم صراحتاً گفته که من راضی نیستم و نمیبخشم، این از نظر شرعی کار درستی نیست. و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یطیب مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. شما نمیتونید از مال کسی دیگر ولی اینکه شوهر باشه مگر بدون رضایتش استفاده بکنید. البته اگر در صورتی باشه که یک مردی بسیار بخیل باشه و خرجی که معقول باشه، نه به خاطر یعنی در مورد تجمل گرایی باشه و زیاده خواهی باشه، در حد و معمول اگر مردی زندگی همسرش رو، زن و فرزندانش رو تأمین نکند و دارد، نه اینکه ندارد، و اگر همسر از پول شوهر برای خرجی خودش فرزندانش برداره، از نظر شرعی اشکالی نداره، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی همسر ابو سفیان اومد در خدمت ایشون و گفت که ابو سفیان انسانی هست که دستش بسته است، خرج کافی نمیده به من و فرزندان، آیا من اجازه دارم که بدون اجازه ابو سفیان خرج کنم؟ گفتن که خودی ما یکفی که و ذریتک، که اون چیزی رو که اولادک، اون چیزی رو که به اندازه خرج خودت فرزندانت هست اگر برداری اشکال شرعی نداره، اما چیزی که فراتر از این باشه از نظر شرعی جایز نیست. اما شوهری که خرجی رو کامل میدهد و صراحتاً هم به زن گفته که این فقط برای خرجی هست نه برای موارد دیگر، در این صورت زن نمیتواند که دارن دخل و تصرفی خارج از دایره مخارج خانواده بکنه. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است. اولین بیننده رو آواز کنید لطفاً. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بله. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام. همچنان من سلام خدا خدمت شما و خدمت مولانا صاحب محترم تقدیم میکنم. یک سوال داشتم که البته چند جز داره، میخوایم پرسان کنم که بدعت چند نوع است؟ بله. آیا بدعت خوب و بد است یا نیست؟ و در کل بدعت ما حلال و حرام گفته میتونیم یا نمیتونیم؟
و در قسمت بدعت آمده مثلا که میلاد شریف حالا ما میتونیم که بدعت خوب بگوییم یا بدعت بد بگوییم که رواج کردن. و اگر بازی را بعضی کسا مثلا میگن که اگر شما میلاد زیر سوال میرین که بدعت است، خود در دین بسیار چیزای دیگه آمده که فرض قرآن عظیمشان در او وقت مثلا تو مصحف ساخته نشده بود، حالا مصحف ساختن فرض مدارس ساخته نشده بود و این چیزا هم خو یام خو بدعت است. خیچر علمای اینا را چی نمیکنن، به حساب میگن که یا جواز داره و میلاد هم رد میکنن. خواستم که امیره از استاد مفصل امیره در این قسمت برای ما یک تشریح کنن عمومی. درست انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ بله، یک دو سوال دیگه هم داره. سوال اولی است که مثلا سوال دوم که کسی که مثلا چندین سال روزه را مثلا خورده باشه، خصوصا روزه فرضیش باشه، مثلا توبه میکنه، اینا امی روزه از این حکم نماز داره که مثلا یک نفر 10 سال نماز نخونده باشه بخشیده شود و روزه های از این بخشیده شود، دوباره به اصطلاح اثر شروع کنه و او روزه‌ای که سابق خورده باره خداوند ببخشه. یا چنین چیز است یا نه باید امی روزه 10 سال خدایی بگیره؟ و همچنان در قسمت زکات هم امی سوالم است که یک نفر 10 سال یا 12 سال زکات نداشته باشه، بعد از او متوجه شود و توبه کنه، اینا زکات 12 سال که نداده از پول که داره ایره باید بپردازه یا نه وقتی که توبه کرده از این سال که توبه کرده از این سال سرش که زکات میگرده از این سال باید زکات خود بده؟ سالتون واضحه است. سال بعدی یک جان تشکر، زنده باشین، خداوند شما را به زمان خود داشته باشه. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. سلام خدمت شما، خدمت مولای عبدالقدوس صدیقا. علیکم السلام و رحمت الله. من یه چند تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولم اینه که من یه چند وقتی تو افغانستان مسجد رفتم، یعنی سیپارلم خونده میدم، یعنی نصفش هم از قرآن خونده. تو شرایط افغانستان زمان انقلاب شرایط جنی نداشتیم و وضع مالی من زیاد خوب نبود. من پا شدم آمدم ایران. الان من سوره قرآن حفظم ولی از رو نمیتونم بخونم، زر و زیر رو میفهمم نمیتونم بخونم. آیا این نماز من درسته یا نه؟ سوره رو میتونید بخونید، درسته؟ برادر گرامی، یعنی سوره رو میتونید بخونید؟ سوره رو میتونید بخونید؟ سوره رو از حفظ نمیتونم دقیق بخونم، یادم رفته، ولی سوره رو حفظم، میتونم نمازمو بخونم. درست. بعد سوال بعدی من اینه که من یه روز این هفته قبلم یکی از بینندگان سوال کرد که ما بیشتر تو مسیر نماز شام و قضا میکنیم، جناب؟ بله بله. بیشتر در مسیر؟ بله؟ سوال بعدیتون رو بپرسین. بیشتر میگم هفته بعد یه بیننده سوال کرد بیشتر من تو مسیرم نماز شام و قضا میشه. اون روز یک بیننده سوال کردم، مولانا گفتم که میتونید جمع. به سوالتون ادامه بدین اگر پشت خط هستین. من اینجوری فهمیدم اینی گفتن که همون سوال اولی دیگه میتونین جمع بخونید به خاطر اینکه نماز قضا نشه. اگر تونستین دوباره تماس بگیرین، اگر یعنی سوالتون اگر همین بود که میتونید جمع بخونید درسته یا نه، که انشالله سوالتون واضح است. اگر سوال دیگه ای دارین انشالله تماس بگیرین. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشین. با سلام خدمت شما و استاد عزیزمون جناب آقای عبدالقدوس مولانا. علیکم السلام. می‌بخشید ما خدمت جناب استاد دو تا سوال داشتیم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال می‌خواستم ببینم همون روش نمازی که جناب آقای مولانا آموزش دادن آیا واسه زن و مرد تفاوتی داره یا نه؟ خوندنش مثلا فرق میکنه با مال زن و مرد یا نه؟ بعدش هم سوال دومم اینه که میخواستم بدونم آیا تاتو کردن ابرو و یا روش‌های دیگه که واسه کسایی که ابروهاشون کم پشتن مثل هاشور و اینا جایزه یا حرامه؟ و یه سوال کوچیکی دیگه هم خدمتتون میخواستم ببینم آیا رنگ کردن مو واسه زن و مرد گناهه یا نه؟ درست. خیلی ممنون از زحماتتون.
با تشکر از جناب آقای استاد عزیزمون، پدر عزیزم، خسته نباشین. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من تبریک عرض میکنم خدمت شما ایام عید و ایام شادی در محابات. من از محابات مزاحم شدم. سلامت باشین. سال شهریتون لطفاً. بله. سال شهریتون؟ بله. بله. من میخواستم بگم اینکه فرمودید جشن نمیگیرن، در مشکل داره که در ایام ما جشن بگیریم، چون الان تمام مساجد و حتی ماموس‌ها توصیه میکنن ایام عید رو به خصوص ولادت پیامبر رو جشن بگیریم. آیا این مشکلی داره؟ درست. سالتون واضحه؟ سال دیگه هم دارین؟ نه همین اگر امکانش باشه این رو، چون بر اساس اون چیزهایی که ما شنیدیم از ماموس‌ها و حتی مولوی عبدالحمید هم در سایت هستش، اگر سرچی بکنید ایشان انشالله پاسخ دریافت میکنید بعد از میان برنامه. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. و علیکم السلام. خوب هستین؟ صحت شما؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستم. من فریدون هستم از آمبورگ زحمت می‌کنم. در خدمت شما هستم. سوال من این است که آیا در افغانان عادت است که 30 نفر 20 تا میشینن یک جای، هر نفر یک سپاره قرآن شریف میگیرن و اینا تو نیست که تنها بخوان، یک جایی هم از شروع میکنن به خواندن قرآن شریف، یک جایی که یکی به دیگه نمیفهمه که من چی میخوانم و چی میخوانم و بعدم ختم میکنه. آیا ختم میشه نمیشه؟ یک سوال. درست. سوال دوم است که آیا در خواب که انسان ببینه که باهاش غسل واجب گردیده و که وقت بیدار شی لباس ها همه خوش چیز گپ نشده، به این حالت هم غسل برای انسان واجب میشه نمیشه؟ درست. این میده سوال بود. بسیار از پروگرام مقبولتون تشکر. ما از شما همه چیز میامدیم. خوشحال هستم که با شما لطماشم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. سلامت باشین. بفرمایید. من یه سوال داشتم. سوال این بود که من رو برنامه دارم صحبت میکنم. بله بله. سوالتون لطفاً از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. ظاهراً تماسش مشکل داره. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. شبتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. سال شهریتون؟ نعیمتم از آلمان مزاحمتان شما کردم. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. من از جناب مولانا صاحب این سوال داشتم که ما بر اروپایی زندگی میکنیم و باره گوشت هاست، این گوشت هایی که از مغازه حالا پیش نیامده بخریم گوشت آب یا گوشت هم، اما از ما چندین بار اتفاق افتاده که خریدیم خوردیم. باشین صداتون داره قطع وصل میشه. منظور گوشت هایی که در آلمان از مغازه ها بسته‌بندی شده آماده هست، آیا گرفتنش حلاله یا حرام؟ درسته؟ یعنی ذبح اسلامی نوشته شده یا نه؟ نه خیلی مثلا درست. تشکر از شما. یکی بفرمایید. یک سوال دیگه داشتم خدمتتون که من خودم قرآن بلد می‌خونم و گوش کردیم با ترجمه فارسی. اینجا قرآن آمده که مسلمان‌ها یهود نصارا رو دوست نگیرن، اما من اینجا می‌بینم که خیلی افغانای مسلمان دیگه سرپرست آلماناست به عنوان مادرخوانده پدرخوانده از این استفاده در این چی حکم داره؟ درست. یعنی که دوست نگیره اینها متوجه شدی؟ یعنی مسیحی یا یهودی رو به عنوان پدرخوانده و مادرخوانده انتخاب میکنن. درسته؟ بله، اما در قرآن آمده که ای مسلمانان مثلا یهود نصارا رو دوست نگیرن، اما اینا که خلاف کردن همه سرپرست دارن به عنوان مادرخوانده به عنوان پدرخوانده افغانا با خانواده. این به شریعت چی؟ فقط همین میخواستم. انشالله پاسخ دریافت میکنیم.
تشکر از شما. یک سوال بگم اگر مشکل نیست از من بپرسم. نه بفرمایید. مادر مادرم در رحمت خدا است. میخواستم که چی مثلا در بر روحشان نماز یا چیزی باید که از ما راضی باشه. درست که هم ثواب بهشون برسه و هم ازتون راضی باشن. بله هم راضی باشن هم مثلا ثواب براشون شد. بخاطر که خودم خیلی کوچیک بودم که مادرم از دستم رفته و حدود 15 سالم بود مادرم فوت کرده. متاسفانه هیچ وقت نتونستم خدمت بهشون کنم. درست. تشکر از شما. چرا پاسخ دریافت میکنین؟ خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بنده گرامی لطفاً صحبت کنین. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. محمد گلکم هستم از افغانستان، با شما هم کلام هستم. دو سوال داشتم از جناب مولانا صاحب. یکی که در قسمت لیزر اگر معلومات بده برای ما که از دید شریعت اسلامی چگونه هست در خدمت لیزر لیزر مو به خاطر از بین بردن مو لیزر درست بله. و دوم در مورد قسمت انتجاری که زیارت‌ها رو انتجار میکنن از بین میبرن، آیا از دید شریعت اسلامی کدام مانعی وجود نداره یا داره؟ دوباره سوال دوم بپرسید. سوال دوم در قسمت زمینی از بین بردن زیارتگاه‌ها که است که اماکنی که طرف خود مردم و زیارتگاه‌ها برش احترام قائل هستند. بله درست. وقت خوش داشته باشین، زنده باشین، سلامت باشین. خداحافظ. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. یکی لطفاً بلندتر صحبت کنید. ببخشید چند تا سوال داشتم از استاد. بفرمایید. فقط مختصر. سوال اول این بود که من خودم بچه افغانستانم، الان ایرانم. بله. یعنی به روستای ما به افغانستان یه روستایی داریم که کلا مردم روستا اصلا خلیفه پرست شدن. یه آقای هست اسم خلیفه سید حامد که مردم فقط اونو پرستش نمیکنن، حتی شاید بعضی اونو به عنوان خدا حتی قبول کرده باشن. آنقدر اعتقاد مردم نسبت به این خلیفه بد شده که حتی فکر میکنن اون قد میدونه. زیاد کسایی هستن بعد از اینکه ازدواج میکنن بعد از 1 سال و 2 سال میرن. یعنی که این کار چه حکمی داره؟ درسته؟ میرن مثلا خونه اون میگن ما چند سال میشه ازدواج کردیم صاحب اولاد نشدیم، ما تعویضی بنویس که صاحب اولاد بشیم. بله بله. سوال واضحه ان شاء الله. اعتقاد مردم اون بعد. سوال دوم این بود که من در افغانستان که بودم همیشه خوشحال بودم، اما از وقتی که بیرون آمدم همیشه دچار افسردگی و ناراحتی هم نمیدونم. از گفتم از استاد اگه میشه سم واسم توضیح بده علتش چیه. درست. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشین. سوالتون لطفاً. من یوسف هستم از ارومیه ایران تماس گرفتم. 2 تا سوال داشتم خدمت استاد گرامی. بفرمایید. سوال اولتون. مثلا نماز عید و حالا سایر نمازهای سنت میگن اگه کسی نماز قضا داشته باشه نمازهای عید و نماز سنت رو نمیتونه بخونه، باید نمازهای قضاش رو کامل به جا آورده باشه بعد این نمازها رو بتونه بخونه. حالا ما با توجه به این که حالا شک دارم که مثلا من همه نمازهامو به جا آورده باشم یا نه، چجوری میتونم حساب کنم که میتونم مثلا این نمازهای سنت همیشه دلم میخوام مثلا تو نماز عید و نیت نماز عید رو بیارم. درست. یه سوال دوم این که ما بین ما اهل تسنن وقتی کسی به رحمت خدا میره سر قبرش میان یه بله. بیننده گرامی دارن تماسشون قطع شد. تشکر میکنم بیننده گرامی.
و بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. بستر امتحان است و آزمایش است. خوبی ها و بدی ها عاقبتشون مشخص میشه. ممکنه یه نعمت برای یه نفر سرانجام و عاقبتش زوال و بدبختی و گرفتاری باشه و یک نفر سختی و گرفتاری معال و سرانجامش خوشبختی باشه. معیار خوبی و بدی و مثبت و منفی کجاست؟ همین که من گرفتار شدم بدبختم، خدا دیگه منو نمیخواد. حکمت خدا کجاست؟ در تاریخ که هیچ در قرآن چقدر داستان ها داریم. داستان قارون خداوند برای ما تعریف کرده. خداوند چقدر مال و ثروت به قارون داد، فراوان. اما چه شد؟ سرانجام چه شد؟ آیا اون مال نعمت بود؟ آیا اون مثبت بود یا منفی بود براش؟ منفی بود. به دل زمین رفت، زمین اونو بلعید و در فردای قیامت هم سرازیر جهنم میشه. پیغمبر خدا ایوب علیه السلام 18 سال، نه یک سالو، 18 سال پیغمبر خدا ایوب که ضرب المثل صبر است. خداوند ابتلا و امتحانش کرد، مالشو ازش گرفت، اولادش ازش گرفت، بهش بیمارم کرد. نه یک سال، نه 10 سال، 18 سال. همینو منفی نبود به ظاهر. چه برد؟ قارون برد یا ایوب؟ حتی نام نیک اگر نگاه بکنید جدا از فردای قیامت، نام نیک از که بر جای مونده؟ ایوب علیه السلام. ضرب المثل صبر است. او با صبرش، با شناختش، پس اینو بدونیم که دنیا دنیای ابتلاست. خوبی ها بدی ها ارزیابی بشه بر مبنای و معیار الهی و خود پروردگار جل شأنه. مثبت زمانی مثبت است که قدر اونو بدونیم و الا منفی است، نعمت نیست. و منفی هم مثبت است برای مؤمن، با صبوری، با بندگی، با شناخت. اما خب این قضیه گفتیم کسانی که اهل دنیایند، دنیا پرستن، منکر قیامتن، نمیتونن درک بکنن. امتحان چی؟ او که ایمان به فردای قیامت و بهشت و دوزخ نداره. همه چیز همینه، بهشتش همینجاست. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك
عرض سلام و خسته نباشید دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب بیننده اول پرسیدن که بدعت به چند نوع تقسیم می شود؟ آیا بدعت میشه گفت بدعت خوب و بدعت بد و آیا میشه گفت بدعتی حلال است و بدعتی حرام؟ و این سوالشون در این زمینه پرسیدن در مورد میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و که جشن میگیرن، گفتن آیا میشه گفت این جشن میلاد گرفتن یک بدعت خوبی هست مانند چیزایی که بعدها به وجود آمده مانند مصحف و یا ساختن مدارس؟ برای این قضیه چه جواب میدید؟ اولا در مورد خود معنی بدعت در زبان عربی به معنی یک چیز جدید هست، یک چیزی که قبلا سابقه نداشته، نوپیدا هست، تازه جدیداً به وجود آمده که قبلا نبوده. این از در زبان عربی کلمه بدعت یا بدع در واقع بر این اطلاق می شود. و بدعت رو یعنی چیزهای نوآوری و بدعت رو میتونیم در دو قسم تقسیم بکنیم. یکی در امور عادی زندگی، یعنی در عادات ما، در روش زندگی کردن، و یکی دیگر در عبادات. در عادات مانند این که وسایل زندگی که امروزه ما از اون استفاده میکنیم در زمان گذشته نبوده. این هیچ گونه اشکال شرعی نداره. ماشین و خودرو نبوده امروز هست، نمیدونم کولر نبوده امروز هست، و امکانات رفاهی در گذشته نبوده. بشر برای رفاهیت و آسایش خودش این وسایل را اختراع کرده. این هیچ گونه اشکالی نداره استفاده از اینها و هیچ گونه ممانعتی از نظر شرعی در این وجود نداره، زیرا که اساساً این فقط یک نوع بدعت، نوآوری در زندگی هست، در روش زندگی، در ابزار و وسایل زندگی هست. این هیچ گونه اشکالی رو نداره و به هیچ عنوان نباید بدعت رو بر این قیاس کرد. اما بدعت در دین یعنی به وجود آوردن یک حکم شرعی در دین که قبلا سابقه نداشته، یک روش جدید، یک مدل جدید برای عبادت که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، به عنوان تقرب و عبادت اینو ایجاد بکنند. این میشود معنی بدعت هست. بدعت یعنی هر امر دینی که ایجاد شده باشد در دین که در قرآن و حدیث سابقه نداره، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سابقه نداشته باشه. این معنیش هست بدعت در دین، ایجاد کردن یک روش و نمونه جدید عبادت در دین که در زمان سابق نبوده، در قرآن و حدیث نیست و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وجودی نداشته. این از نظر شرعی حرام هست. هر گونه ایجاد کردن هر گونه بدعت و نوآوری در دین، یعنی یک مدل جدید عبادت، یک مدل جدید مراسم و عادات دینی اضافه کردنش در دین که در اصل اسلام نبوده، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، این از نظر شرعی بدعت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. صحیح بخاری و مسلم است. هر کسی که در دین ما عبادتی را، یک آیینی را، روش بندگی و تقربی را ایجاد بکند که در دین ما نیست، امر ما بر آن نبوده، در زمان ما نبوده، به دستور و اجازه ما نیست، فهو رد، چون این چیزی مردود هست. پس بنابراین تمام موارد ایجاد شده در این دین، بدعت هایی که در دین ایجاد شده از نظر شرعی تمامشون مردود هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایاکم و محدثات الامور، از کارهای و امور دینی تازه پیدا و نوپیدا شما پرهیز بکنید. ایاکم و محدثات الامور، از اموری که تازه به وجود آمدن شما باید از این موارد کاملا پرهیز بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فإن كل محدثة بدعه و كل بدعة ضلاله و كل ضلاله فی النار. همانا هر امر تازه پیدایی، یعنی مدل جدید عبادت و تقربی که شما ایجاد بکنید، این یک نوع محدث هست و این بدعت هست و هر بدعتی هم ضلالت هست و هر ضلالتی هم در آتش جهنم هست. یعنی یک نوع بدعتی رو شما ایجاد کردید، گرچه انگیزه خوبی بوده، شاید انگیزه خیر و ثوابی رو داشته، اما چون که مخالف با قرآن است، مخالف با رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، این ضلالت شمرده می شود و هر ضلالتی هم که عاقبت و فرجامش در آتش جهنم هست. بدعت میتونه انواع متعددی رو داشته باشه با توجه به یعنی سنگینی بدعت، که این بدعت میتونه که در حد کفر باشه. برخی از انواع بدعت که در زمان رسول الله نبودن، تازه ایجاد شدن، در حد کفر هستن. به طور مثال مثلا فرض کنیم که طواف کردن بر روی قبر،
ها مانند این که کعبه را طواف میکنند برن سر قبری مثلا طواف بکنند، مانند این که برای الله متعال ذبح میکنند برای غیر الله متعال ذبح بکنند، همان گونه که برای الله نذر میکنند برای غیر الله نذر بکنند، انجام دادن عبادت برای غیر الله، اینا همشون بدعت هست. اما این بدعت ها در حد کفره، زیرا که یک نوع شرک هست و در حد کفر به الله متعال هست. برخی از انواع بدعت رو میشه گفت که جزء ابزار و وسایل شرک هستند، یعنی مقدماتی برای شرک هستند. به طور مثال مانند این که سر قبر مثلا بنا بکنند، یک چیزی رو روی قبر بسازند، قبه و بارگاهی رو روی قبرها در واقع بسازند، یا این که سر قبر بروند جلسه بگیرند، ختم قرآن بگیرند سر قبر و کارهای دیگری که سر قبر انجام میگیرند. اینها در حد کفر و شرک نیست، اما جز ابزار و زمینه ساز در واقع شرک هستند. و بعضی دیگر از انواع بدعت فقط در حد یک نوع گناه هستند، یک نوع معصیتی هستند، چیزی که در زمان رسول الله نبوده. کسی اگر ایجاد بکنه، مثلا فرض کنیم که یک کسی مثلا میگه که در وقت روزه گرفتن حتما باید روی آفتاب من بیستم که ثوابم مثلا بیشتر بشه. خب این یک نوع بدعتی است که ایجاد کرده، گناهی رو داره انجام میده. چرا؟ که ایستادن زیر آفتاب هیچ گونه ثوابی رو نداره، تو خودت خود آزاری میکنی و از اینو هم یک دین میپنداری، یک تقرب میپنداری به درگاه الله متعال. کفر و شرکی رو مرتکب نشدی، منتها یک گناهی رو که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارین انجام میدیم. اما در مورد این که آیا بدعت میتونه حسنه باشه و سیئه باشه، یعنی بدعتی داریم که بدعت خوب یا بدعت بد باشه، بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در سنن ابو داود هست، عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة. هر بدعتی، هر چیز نوپیدایی در دین این بدعت هست و هر گونه بدعت ضلالت هست. یعنی بدعتی که در دین باشه، یک گونه عبادی جدید در دین باشه، یک گونه تقرب الله باشه در دین که حسنه باشه، وجود نداره. تمامی بدعت ها ضلالت هستند و تمامی ضلالت ها انجامشون هم آتش جهنم هست، به خاطر اینکه انحراف از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ما بدعت حسنه نداریم در هیچ آیه و در هیچ حدیثی، چیزی که به عنوان بدعت حسنه معرفی شده باشه ما نداریم. فقط یک جمله هست از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه نقل شده در مورد نماز تراویح که ایشون فرمودن نعمت البدعت هذه، و که بدعت خوبی هستین. در مورد نماز تراویح اینو فرمودن. منتها من قبلا عرض کردم که معنی بدعت از نظر شرعی یک گونه عبادت هست که اصلی در شریعت اسلام نداشته باشه. خود نماز تراویح خوندن، حتی با جماعت خوندنش، از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. کار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این بود که به جای این که چندین امام بودند و چند نماز جماعت برگزار میشد برای نماز تراویح یا نماز قیام در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون اومد و همه رو جمع کرد، یک جا یک امام مشخصی رو تعیین کرد. این بدعت یعنی بدعت لغوی، یعنی فقط در حد یعنی اصطلاح لغوی و ادبیاتی هست. اما بدعت جدید به عنوان کاری که در دین نبوده و ایجاد بکنن، چون چیزی نبوده، زیرا که نماز تراویح و قیام را رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون عملاً 3-4 شب اومدن و بیرون این رو خوندن. الان برمیگردیم به میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا جشن گرفتنش جایز هست یا جایز نیست؟ آیا بدعت هست یا بدعت نیست؟ به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از مشابهت با یهود و نصارا منع کردند. در این زمینه روایات متعددی هست. خالف الیهود و النصارا من تشبه بقوم فهو منهم. و بالاتفاق ما میدونیم بسیار از علما اسلام هم اینو تصریح کردند که جشن میلاد گرفتن یک عادت و روش اسلامی نیست، بلکه اینو از مسیحیت گرفتن. همان گونه که تاریخ به اصطلاح مسیحیت از میلاد مسیح شروع می شود و سالانه به این مناسبت جشن و سرور دارند و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو از این منع کردن. خب الان اومدیم این به اصطلاح جشن گرفتن برای میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا کار خیری هست یا کار بدی هست؟ بدعت حسنه ای هست یا بدعت سیئه هست؟ اگر خوب هست آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو انجام دادن؟ می‌بینیم که انجام ندادن. آیا ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عشره مبشره و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدانستند که این یک کار خیری هست، یک کار مشروعی هست، به اصطلاح سبب ابراز احساسات و اکرام و تعظیم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟
و اینو انجام ندادن. معلوم میشد که این اصلا وجودی نداشته، چون این چیزی رو معتقد به جوازش یا معتقد به ثواب بودنش نبودن. نه ابوبکر انجام داده، نه خلفای راشدین انجام دادن، نه ائمه اربعه ما انجام دادن. امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل هیچ کدامشون در این مورد حرفی نزدن و عملا این کار رو انجام ندادن. حتی ائمه محدثین ما، امام بخاری، امام مسلم، ابو داوود، نسائی و تمام محدثین ما هیچ کدام این کار رو انجام ندادن. هیچ امامی از ائمه مسلمین در صدر اسلام نه چنین کاری رو انجام دادند و نه جواز آن را تصریح کردند که چنین چیزی جایز هست، بلکه این همان گونه که عرض کردم که از یهود و نصارا گرفته شده، از ادیان قبلی گرفته شده و اولین کسانی که در تاریخ اسلام این بدعت ها ایجاد کردند عبیدی های شیعی بودند که در قرن چهارم اینو ایجاد کردند. همان گونه که بدعت به اصطلاح جشن ولادت برای ائمه خودشون رو ایجاد کردند، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام دادند و هیچ گونه اصلی رو در میان قرآن و در سنت و از گفتار رسول الله، عمل رسول الله و اهل بیت و صحابه و ائمه بزرگوار ما در واقع نداره و به هیچ عنوان این جایز نیست و نمی‌توانیم که این رو حتی به عنوان بدعت حسنه‌ای که وجود نداره اینو معرفی بکنیم، بلکه این برعکس سیئ بودنش، بد بودنش همین کافی هست که یک نوع تشابه برای با غیر مسلمانان هست و در صورتی که همراه با رقص و پایکوبی و منکرات دیگر باشد که اون حرمتش در واقع یک حرمت مضاعفی خواهد بود. تشکر میکنم از شما بابت توضیحی که دادین. بیننده دیگری پرسیدن که کسی که چندین سال مانند 10 سال روزه فرض خود را خورده باشد و الان توبه کرده باید چیکار بکنه؟ باید روزه ها رو بگیرد یا همون توبه کافی است؟ همچنین کسی که 10 سال 12 سال زکات مالش را نداده الان توبه کرده باید چیکار کنه؟ از نظر شرعی خب یعنی ترک نماز و ترک روزه به اصطلاح یک گناه و معصیت هست که انسان انجام داده و در مورد نماز خصوصا کسانی که تارک نماز بودند یا تارک نماز و روزه با هم بودند بسیار از علما نظرشون بر این است که در حد کفر به الله متعال هست، یعنی خروج از اسلام هست. وقتی خروج از اسلام باشه به این معنی که در واقع بنابر قول راجح مکلف به احکام شرعی هم نخواهد بود. پس بنابراین وقتی که تازه پایبند بشود، توبه بکند، از گذشته باز بگردد، مانند این است که تازه مسلمان شده. همان گونه که یک فردی رو که تازه از کفر برمیگرده به اسلام و تازه مسلمان میشود مکلف نیست که سالهای گذشته عباداتی رو که انجام نداده تکرار بکند، مسلمانان هم این گونه هستند. این مسلمان عاصی که تارک نماز بوده و تارک به اصطلاح بقیه عبادت بوده از نظر شرعی مکلف نیست که تمام اون عبادت‌های گذشته رو دوباره تکرار بکند و قضایی بیاورد. عرض کردم که ترک نماز و ترک روزه یک گناه و معصیت هست، جز گناهان کبیره هست. انسان نباید نماز و روزهش رو ترک بکند. اما اگر یک زمانی اینا رو عمدن ترک کرده بود، یعنی اینکه به صورت کلی تارک نماز و تارک روزه بوده، الان همین که توبه کرده، الله متعال به اون فرصت داده که توبه بکند، از گذشتهش پشیمان هست و از این به بعد مواظبت میکند بر نماز و روزه خودش، همین کافی هست. لازم نیست که نمازهایی رو که عمدن در گذشته قضا کردید یا حتی روزهایی رو که عمدن در گذشته قضا کردید اونا رو دوباره قضا بیاورید. همین که توبه کردید از این به بعد پایبند نماز باشید، این در واقع برای شما کفایت میکند. و این هم لازم نیست که گرچه برخی از علما و فقها این فتوا رو دادند و گفتند که به جای این که شما عبادت نفلی یا سنتی رو انجام بدید، بهتر است که نیت بکنید که مثلا نماز قضا شده قبلیتون رو، نمازهای گذشته قبلی رو شما نیت بکنید مثلا به جای فرضی که از شما قضا شده. اینم لازم نیست. گرچه ما توصیه میکنیم که شما تا جایی که برایتون میسر هست نماز نفل و نمازهای سنت رو، روزهای نفلی و سنت رو بیشتر بگیرید تا اینکه گذشتهتون دوباره جبران بشه، گذشتهتون تا حدی که میشود جبران بشود. اما این که فعلا شما نماز سنت نخوانید، خود این نماز سنت نخوندن خودش یک در واقع ترک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در حد یک معصیت در واقع بزرگتر هست. اگر واقعا یعنی توان داشته باشه انسان که هم نماز قبلیشو قضا بیاره و هم الان سنت بخونه که اولاتر و بهتر بود، اولاتر و بهتر. اما این که بگیم سنت رو نخون، نماز وتر نخون، نماز عید نخون، نماز دیگر نخون چون که قبلا نماز نخوندی، یعنی این که یک بخشی از احکام اسلامی رو ما برای این کلا تعطیل کردیم که اینم از نظر شرعی درست نیست. گذشته از این در این زمینه هیچ گونه اصلی، یعنی یک روایت صحیح وجود نداره و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه به ما فرمودند که من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کسی خواب افتاد نماز نخوند یا نمازش فراموش کرد، هر وقتی که یادش اومد
اون نماز رو دوباره بخواند. در مورد این که کسی عمدن ترک کرده باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نفرمودند و این گناه و معصیت است. همین که توبه بکنید از این به بعد پایبند نماز باشید همین و روزه باشید این کفایت میکنه. اما در مورد زکات یک حق مالی هست که بر روی مال هست و به هیچ عنوان ساقط نمیشود. یعنی این که اگر مالی رو که شما در زمان گذشته زکاتش رو ندادید هنوز اونو دارید، اینو باید زکاتش رو دوباره تا جایی که براتون میسر هست به صورت اقساطی باشه اینو حتما باید پرداخت بکنید. اگر مالتون از بین رفته، مالی که قبلا داشتی زکاتش رو پرداخت نکردید، در واقع اون مالی رو که رفته شاید که این یک حکمش مقداری در واقع خفیفتر هست و توبه بکنید ان شاء الله که کفایت میکنه. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم شما. یعنی گفتن که قبلا کلا گفتن یعنی که قرآن رو از حفظ بلد هستن اما از رو نمیتونن بخونن. آیا در نمازشون اشکال وجود میاد یا نه؟ نه اشکالی وجود نداره. لازم نیست که انسان فقط روحانی قرآن رو بلد باشه. همین که از حفظ میتونه چند سوره رو بخواند و اون چند سوره رو در نمازش بخواند، نمازش کاملا صحیح و درست. جزاکم الله خیر. سوال دیگه بیننده گفتن که نماز کارشون طوری هست که نماز شام و مغرب همیشه در سفر هستن و نمازشون قضا می شود. آیا میتونن با نماز عشاء جمع بخونن؟ اگر یعنی واقعا ایشون در مسیری هستند که مسیر سفر هست، یعنی بالغ بر 80 کیلومترشون مسافرت هستند، در این صورت جایز هست براشون که به خاطر رفع مشقت میتونند که نماز رو جمع بخونند. اما این که کارشون این گونه است که نماز مغرب سر کار هستند و در شهر هستند، در مسافرت حساب نمیشوند، به هیچ عنوان شما نمیتوانید که نماز رو جمع بکنید. سعی بکنید که در همون وقت نماز در محل کارتون حتما نمازتون رو سر وقت باید بخونید، مگر در صورتی که مسافر باشید و بیرون از شهر باشید، در این صورت جمع برای شما قصر و جمع جایز هست. جزاکم الله خیر. روشی که شما در برنامه گفتن توضیح دادین درباره نماز، آیا نسبت به زن و مرد یک نمونه است، فرق نداره؟ در مورد تفاوت نماز مرد و زن بارها من اینو توضیح دادم که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم واضح و صریح است. ایشون فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط به ما فرموده شده که ما باید طبق سنت رسول الله، عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، نماز رسول الله رو مد نظر قرار بدهیم و اون گونه نماز بخونیم و مطالبی رو که بنده در این فیلم و مقطع توضیح دادم برگرفته از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و در روایات صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه دلیلی برای تفاوت میان نماز مرد و زن وجود نداره. یک دو تا روایت در این زمینه هست که روایات ضعیفی هستند و در حدی نیستند که بتوانند تفاوتی رو در میان نماز مرد و زن به اصطلاح ایجاد بکنه. فقط تفاوتی که در این زمینه وجود داره نحوه پوشش زن هست که تمام بدن خودش رو زن باید در نماز بپوشاند، اما در کیفیت نماز، در کیفیت رکوع و سجده و رفتن به رکوع و سجده و برخاستن از رکوع و سجده و در اتحیات هیچ گونه تفاوتی در میان نماز مرد و زن وجود ندارد. همشون یکی هست، هم نماز مرد و زن یکی هست. از اصحاب و صحابیات رسول الله صلی الله علیه و سلم این ثابت شده که دقیقاً مانند مردان نماز می‌خوندند و عملاً روایاتی که در این زمینه اومده که تفاوتی در میان نماز و زن بیان کردن روایات ضعیف و غیر قابل استدلالی هستند. جزاکم الله خیر. سوال دیگری که بیننده پرسیدن گفتن تاتو کردن ابرو، کم کردن ابرو یا پر رنگ کردن و کلوف کردن ابرو یعنی هاشور از نظر شرعی چه می‌دارن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد به اصطلاح ابروها روایت معروف و مشهوری هست، لعن الله به اصطلاح النامسة و المتنمسة، در مورد گرفتن ابرو هست، کسانی که ابروی خودشان را میگیرند و غیر از این روایت دیگری هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که میگه رسول لعن الله الواشمات و المستوشمات، الله متعال واشمات و مستوشمات را، واشمات یعنی در واقع اون کسانی که تاتو میکنند یا اون کسانی که صورتشون یا بدنشون تاتو کرده
شمرده می شود. هر دوتا را رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردن و این از نظر شرعی جایز نیست. یعنی تاتو کردن یا همچنین هاشوری که به اصطلاح دائمی هست و بر روی بدن میمونه و این از نظر شرعی و یک نوع تغییر خلق الله در واقع شمرده می شود. این از نظر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز نیست، زیرا که رسول الله در روایتی که حضرت عبدالله ابن عباس اگر اشتباه نکنم میفرماید که لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم اون کسی رو که وشم میکند، وشم یعنی خالکوبی کردن و تاتو کردن، و اون زنی رو هم این کار بر اون انجام میگیرد، اینها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم مورد لعن و نفرین قرار دادن. اما این حکم میتونه صادق باشه بر روی تاتو و هاشوری که به اصطلاح دائمی باشه، همیشگی باشه و یک نوع تغییر به اصطلاح ابدی و همیشگی بر روی بدن ایجاد بکنه. اما تاتوهایی که به اصطلاح موقت هست، یعنی در حد خضاب هست یا در حد یک حنایی هست که به اصطلاح مدت طولانی تری بمونه، یا فرض کنیم که خط لبی باشه که یک مقدار طولانی تری میمونه، مانند بقیه ابزار و وسایل آرایشی که بر صورت استفاده میشه و موقتی هستن. اگر تاتو موقتی باشه، والا اینکه فرض کنیم چند ماهی هم باقی بمونه، از نظر شرعی این یک مقدار حکمش سبکتر هست و حرام قطعی و 100% نیست، گرچه تا جایی که میسر هست انسان باید سعی بکنه که از این مواردی که به صورت کلی نهی وارد شده یا نفرین وارد شده از اون اجتناب بکنه. اما اگر به صورت مقطعی و زمانی باشه و دائمی نیست، انشالله که این به اصطلاح حرام نیست. منتها این شرایط باید حتما مد نظر باشه که تاتو باید موقت باشه. اگر به صورت دائمی باشه که تغییر خلق الله هست، از نظر شرعی جایز نیست. و شکلی که به اصطلاح تاتویی که بر روی ابرو مثلا انجام میگیرد، این به عنوان اشکال به اصطلاح غیر اسلامی نباشه و نماد و شعار برای غیر اسلامی در واقع نباشه، تقلید از به اصطلاح بیگانگان و شعار مذاهب و ادیان دیگران نباشه، برای بدن ضرری نداشته باشه. در این صورت ها اگر موقت باشه، عرض کردم که اشکالی نداره. اما چیزی که دائمی هست از نظر شرعی حرام و ناجایز هست. جزاکم الله خیر. رنگ کردن موی سر برای زن و مرد چه حکمی داره؟ اشکالی نداره، هم برای مرد و هم برای زن جایز هست. رنگی رو که به اصطلاح میل دلشون هست از اون استفاده بکنن، هم برای مردان و هم برای زنان. روایتی که در این زمینه ثابت اومده و برخی از علما از اونها حکم تحریم یا کراهت را استدلال کردند، خصوصا برای زنان. اینها این روایات یا صحیح نیستند و یا اینکه دلالتی بر حرمت و کراهت در واقع ندارند. همان گونه که برای زنان تمام رنگ ها جایز هست من جمله سیاه، برای مردان هم جایز هست ولی اینکه رنگ سیاهی باشه، مگر در صورتی که برای فریفتن دیگران باشه. به عنوان مثال برای خواستگاری می رود و میخواد که واقعیت خودش را به اصطلاح پنهان بکنه به خاطر فریفتن طرف مقابلش، این از نظر شرعی یک حکم جداگانه رو داره. اما خود استفاده کردن از رنگ مو برای مرد و زن، هر رنگی که باشه، از نظر شرعی حرمت قطعی رو ندارد. جزاکم الله خیر. یعنی دیگر گفتن که یک 30 نفری در یک جلسه جمع میشوند و هر کدوم یک سوره از قرآن را میخونن، اما سوره را براشون مشخص نمیکنن، هر کسی از سر خودش میخونه، بعد ختم قرآن میگیرن. آیا این درسته ختم قرآن یا نه؟ نه، این اساسا اسمش ختم قرآن نیست. یعنی چون این کسانی ختم قرآن رو انجام ندادند و هر کسی به اندازه تلاوت قرآن، یعنی چند صفحه و چند جزئی از قرآن خونده باشه، به همون اندازه بهش ثواب میرسد. هر کسی به هر مقداری که خوانده باشه بهش ثواب میرسد، اما این به عنوان ختم قرآن شمرده نمیشد. مثال این دقیقاً مانند این است که فرض کنید نماز فرض هست، من و شما چند نفری میاییم و به صورت مجموعی یک رکعت من میخونم، یک رکعت شما بخون، یک رکعت دو رکعت دیگه کسی دیگه بخونه، این میشد فرض همه من و شما. از همه من و شما به عنوان فرض کامل قبول نمیشد. من یک رکعت خوندم، شما یک رکعت، اون یکی دو رکعت خونده، پس بنابراین عبادت کاملی شمرده نمیشود. تلاوت قرآن هم این گونه هست. ثواب ختم کامل قرآن به همه نمیرسد. هر کسی به هر اندازه‌ای که خوانده باشه به همان اندازه به اون ثواب میرسد و بیشتر از اون ثواب نمیرسد و ختمی هم در واقع شمرده نمیشود. تشکر میکنم شما.
اگر کسی در خواب ببیند که جنوب شده است اما آثاری را در بعد از بیداری نبیند، آیا غسل انجام دهد یا نه؟ کسی که در خواب احتلام شده باشه در صورتی که چندین صورت داره. یکی این که خودش فکر میکنه که احتلام شده اما در بیداری هیچ گونه آثاری رو نمیبینه، فکر میکنه در شب خوابی دیده، به قول معروف شیطانی شده، اما صبح وقتی که بیدار میشود هیچ گونه اثری بر روی لباسش نیست. در این صورت غسل هم لازم نیست. فکر میکند که احتلام شده اما آثاری از احتلام وجود نداره، غسل هم در این صورت لازم نیست. صورت دوم این که یادش نیست که احتلام شده باشه اما آثارش هست، یادش نیست و یادش نمیاد که خوابی دیده باشه اما عملا میبینه که انزال شده و لباسش آلوده هست، در این صورت بر اون غسل در واقع لازم هست. اما در صورتی که خوابی دیده باشد و در واقع لباسش سالم باشد و چیزی از اون خارج نشده باشد در این زمینه غسلی لازم نمیشود. جزاکم الله خیر. یعنی از آلمان زنگ زدن و گفتن که گوشت هایی که در مغازه به فروش میرسد آیا استفاده از آن حلال است یا حرام؟ اصل بر بسلا در کشوری که مردم مسلمان هستند یا اهل کتاب هستند و در صورتی که حیوانات را به روش شرعی ذبح میکنند، یعنی سر میبرند تا خونشون جاری بشود، ذبیحهشون حلال هست، مگر در صورتی که شما مطمئن باشید که مثلا فلان فروشگاه فلان قصابی کافر مطلق هستند، به هیچ گونه دین آسمانی ایمان ندارند، یا اینکه حیوانات را به روش غیر شرعی ذبح میکنند، یعنی با شوک برقی اونها را خفه میکنند، در این صورت خوردن چنین گوشت‌های جایز نیست. اما اگر کسی تا حالا استفاده کرده، بالفرض ناخواسته گوشت حرامی رو خورده، فکر می‌کرده که حلال است و خورده، این از نظر شرعی به اصطلاح گناهی رو نداره، زیرا که نمیدانسته و برای شما گناهی شمرده نمی‌شود. بعد از اینکه متوجه شدید و میدانید که فلان قصابی فلان فروشگاه گوشتاشون حرام هست، گوشت ذبحشون غیر اسلامی باشه یا غیر مسلمانی اونها رو ذبح کرده، نباید استفاده بکنید. قبلا استفاده کردید، الله متعال شما رو مؤاخذه نخواهد کرد. تشکر میکنم شما. سوال دیگری که بیننده از آلمان پرسیدن گفتن که در قرآن آمده است که مسلمان ها یهود و نصارا را دوست خود نگیرن، اما در آلمان مسلمان ها مسیحی و یهودی را به عنوان پدرخوانده و مادرخوانده خود انتخاب میکنن. این چه؟ انسان باید ولا و دوستی قلبیش باید با مسلمانان باشه. هیچ وقت یک فرد کافر رو با عنوان یک مسلمان نباید انسان دوست داشته باشه. تا جایی که ممکن هست سعی بکنه که حتما با انسان‌های ایماندار و مؤمن مراوده بکنه. اما معنی این به اصطلاح دوستی، عدم دوستی با کفار این نیست که با کفار تعامل نداشته باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم با کفار تعامل داشتن، معامله انجام میدادن و چه بسا که با اونها قراردادهایی رو در واقع هم داشتن. اما این که دوستان قلبی شما باشند، همان گونه که با یک مسلمان دوست قلبی هستید با یک کافر دوست قلبی باشید، این از نظر شرعی و در مقابل دوستان به اصطلاح غیر مسلمان رو بر مسلمان ترجیح بدید، این موردی هست که از نظر شرعی حرام هست. یا این که به اصطلاح یک کافر رو پدر خود بخونید یا به صورت پدرخواندگی فرزند خواندگی به اصطلاح انتخاب بکنید، این از نظر شرعی درست نیست. تشکر می‌کنم شما. بیننده گفتن که والدینشان فوت کردن، پدر مادرشان در قید حیات نیستند و گفتن چه کاری انجام دادن که آنها از این فرزند راضی باشند و به آنها بتونه ثواب برسونند؟ بهترین ایصال ثواب برای پدر و مادر اولا این است که انسان خودش پایبند نماز و عبادات دیگر باشد. خود این که انسان نیکوکار باشه، دنبال گناه نباشه، انسان مطیع و فرمان برداری باشه، این خود به خود جز نامه اعمال پدر و مادر هم شمرده می شود. یعنی کار خیلی که شما انجام می دهید ناخواسته و بدون اینکه نیت شما هم نیت بکنید، به پدر و مادرتون که شما رو تربیت کردن به اونها هم ثواب می رسند. اما به صورت ایصال ثواب که شما می خواهید که به پدر و مادرتون ثوابی برسانید، بهترین راهش دعا کردن برای پدر و مادر هست. همین که شما هر وقتی که نماز میخونید یا هر وقتی که بیادتون میاد برای خودتون دعا میکنید، برای پدر و مادرتون هم دعا بکنید که پروردگار پدر و مادر من رو گناهانشان رو بیامرز، اونها رو در بالاترین درجات بهشت جا بده، اونها رو از آتش جهنم نجات بده. این هم بزرگترین ایصال ثواب هست که هیچ گونه هزینه‌ای رو برای شما نداره. اضافه بر این اگر تونستید برای پدر و مادرتون حجی انجام بدید یا عمره‌ای انجام بدید، از نظر شرعی جایزه، اشکال نداره. یا تونستید که صدقه‌ای بدید به نام اونها که ثوابش به پدر و مادرتون برسه، اشکال نداره. یا خواستید که صدقه جاریه‌ای رو ایجاد بکنید، یه قرآنی رو بگیرید وقف بکنید به نام پدر و مادرتون، این از نظر شرعی جایز و به اصطلاح مباح است. میتونید که از این کارها رو و بهترین و ساده‌ترینشون همون دعای خیر و مغفرت برای پدر و مادر و مردگان است.
جزاکم الله خیر. استفاده از دستگاه لیزر برای کندن مو چه حکمی دارن؟ کندن مو مواردی رو که از نظر شرعی به اصطلاح جایز هست و به صورت کلی مو چندین حکم داره که مثلا گذاشتن موی محاسن و ریش هست که از نظر شرعی واجب هست، تراشیدنش یا لیزر کردنش به هیچ عنوان در واقع جایز نیست و به اصطلاح تراشیدن موی سر و بقیه بدن از نظر شرعی جایز هست یا جز مباحات هست و اختیاری هست اگر کسی بخواد اون سرش رو موی سرش رو بتراشد یا اینکه نگه دارد و غیر از این مواردی هست که به اصطلاح تراشیدنشون لازم هست و مانند زدودن به اصطلاح موهای زاید بدن زیر ناف یا زیر بغل که از نظر شرعی این موارد رو یعنی حکم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که باید تراشیده بشوند. اگر کسی این موارد را لیزر بکند از نظر شرعی به اصطلاح اشکالی نداره. لیزر کردن موی بدن یعنی جاهایی که موهایی که تراشیدنشون جایز هست لیزر کردنشون هم از نظر شرعی جایز هست، اشکال شرعی نداره. منتها باید در این زمینه یعنی این مورد مراعات بشه که کشف عورت برای نامحرم نباشد. کشف عورت این گونه نباشد که یک فرد بیگانه موی محل عورت انسان رو مثلا لیزر بکند. اگر خودش این کار رو انجام میدهد یا توسط محرمش انجام میشود از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بعضی قبرها تبدیل به زیارتگاه شدن و مردم به آن اعتقاد پیدا میکنند. از بین بردن این قبرها چه حکمی دارد؟ بنای بر روی قبور و ساختن زیارتگاه ها، قبه و بارگاه بر روی قبرها از دیدگاه تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت کار حرام و ناجایزی هست. یعنی مذهب امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ائمه محدثین اهل سنت و الجماعت همه در این زمینه اتفاق نظر دارند که قبر نباید از نهایتاً از یک وجب بیشتر باشه و هر گونه بنایی که با گچ و سیمان باشه بر روی قبرها از دیدگاه هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت این در واقع حرام هست. و روایتی در این زمینه آمده که از ابوالحیاج اسدی هست از حضرت علی رضی الله تعالی عنه که حضرت علی بیشان گفتند که الا ابعثک علی ما بعثنی به رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا من وظیفه و مسئولیتی رو که از جانب رسول الله به من داده شده اون وظیفه و مسئولیت رو به تو ندهم؟ این است که قبر مشرفی رو یا که به اصطلاح به صورت برآمده هست و بر اون بنا شده اینها رو از بین ببرم و اونو با زمین یکسان بکنم، یعنی به صورتی که یک قبر طبیعی و معمولی باشد. این وظیفه حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده و روایت در صحیح مسلم هست. و از دیدگاه هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت هر گونه بنایی که بر روی قبر باشه اضافه از اون خاک قبر این جزء موردی هست که ناجایز و حرام هست و به دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی بسیاری از قبرها رو منهدم کردند. اما امروزه یعنی مواردی رو که بالفرض الان این گونه شده مردم مبتلا شدن به نمیدونه قبر فلان فرض کنیم پیر و فلان کسی که مردم رو اولیاء الله میدونن، الان مردم مبتلا هستن و بر این اون زیارتی رو ساختن. در این گونه موارد انسان باید با حکمت عمل بکند. قبل از اینکه شما بخواهید که قبر رو از روی زمین بردارید به عنوان قبر عادی در بیارید، قبه و بنا رو در واقع منهدم بکنید، باید این عقیده رو در قلوب کسانی که این عقیده رو دارن منهدم بکنید. این اول بیاید یک اصل شرعی رو، یک حکم شرعی رو برگرفته از قرآن و حدیث و اقوال ائمه اربعه برای مردم بیان بکنید و بعدا میتونید که این به اصطلاح موارد ناجایزی رو که بر روی قبرها هست اینها رو منهدم بکنید، از نظر شرعی اشکالی نداره. اما این که خودسرانه بخواید یک کاری رو انجام بدید و یک اختلافی رو در جامعه ایجاد بکنید که یک قبر کهنه‌ای رو که مردم فراموشش کردن شما خرابش بکنید که مردم دوباره سر لج و غیرت بیفتن برن بهتر از اون رو در واقع بسازن، این به هیچ عنوان جز حکمت در دعوت نیست. حکمت در دعوت این است که شما اصل حکم را برگرفته از قرآن و حدیث و عقیده ائمه اربعه برای مردم بیان بکنید تا اینکه خود به خود این گونه موارد از جامعه اسلامی ان شاء الله که برچیده بشه. جزاکم الله خیر. مثلا دیگری که میان گفتن که در روستاشون در افغانستان مردم خلیفه پرست شدند و به یک زنده اعتقاد پیدا کردن برای شفای و درمان و بچه آوردن به اون مراجعه میکنن. این شکل متاسفانه در جوامعی که علم شرعی وجود نداره و مردم تا حالا از احکام شرعی اطلاع و
آگاهی ندارند، چون این افراد شیاد تونستن بیشتر یعنی جا باز بکنن در میان مردم. به نام دین دارند عقیده مردم را، عمل و عبادت مردم را یعنی دچار اشکال میکنند، مردم را از صراط مستقیم و از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دور میکنند. به نام تعویض دادن، چه بسا که اعمال سحر و جادوگری رو انجام میدن، کارهای خلاف شرعی رو انجام میدن. تعویضاتی که می‌نویسند استمداد از غیر الله هست، استغاثه از غیر الله هست، که تمام اینها از نظر شرعی حرام و ناجایز هست و مردم باید ایمانشون، اعتقادشون باید به الله متعال باشه. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مردم از رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب دعا میکردند. هیچگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعویضی رو برای کسی ننوشتند و دستور ندادند که تعویض رو بنویسید یا برگردن خودتون در واقع آویزان بکنید یا کار دیگر از این قبیل رو به هیچ عنوان انجام ندادند. اگر ما واقعا یک کسی پیر هست و اولیاء الله هست، این با توجه به این که عامل بر قرآن و سنت باشه به این مقام میتونه برسه، نه این که برخلاف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکنه. مردم باید سعی بکنند که به هیچ عنوان دینشون را، ایمان و عقیده خودشون را به اصطلاح به پای انسانهای شیاد و کسانی که خودشون پایبند شریعت نیستن نباید که ایمان و عقیدهشون را به پای این گونه افراد بگذارند. جزاکم الله خیر. خود بیرانه گفتن که قبلا که در افغانستان بودن احساس شادی و خوشحال بودن، یعنی احساس شادی میکردن، خوشحال بودن، اما به ایران که آمدن افسردگی گرفتن. چیکار کنن؟ خب این شاید که تا حدود طبیعی باشه. انسان وقتی که در منطقه خودش هست، در میان اهل و خانواده و خویشاوندان خودش هست، بهانه‌هایی برای شادمان بودن خیلی زیاد داره. وقتی که در غربت هست هم چه بسا که برعکسش بهانه برای افسردگی و ناراحتی زیاد باشه. این دلیل آب و هوا و منطقه به اصطلاح نیست. قطعا اگر در منطقه هستید که به طور مثال در روستای شما میشه نماز جمعه بود، جماعت بود، همه مردم اهل توحید بودن، الان که در یک جایی رفتید که مردم نه نماز میخونن نه روزه میگیرند و از شاهد اسلامی چیزی نباشه، این طبیعی است که انسان مسلمان یک مقدار افسردگی میگیرد و به اصطلاح ناراحت میشود. اما یک موردش هم طبیعی هست، زمانی که انسان در میان اهل و فامیل و خانواده باشه شادمانتر و سرحالتر است از زمانی که در غربت و تنهایی باشه. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که آیا این درست است که اگر کسی نماز قضایی داشته باشد نمیتواند نماز سنت و نماز عید را بخواند؟ یعنی باید قضایی در مورد نمازهای سنت عرض کردم که برخی از فقها این فتوا را دادند که به نظر ما این فتوا فتوای وجیهی نمیتونه باشه. اما در مورد نمازهای دیگر که جزء واجبات هستند مانند نماز وتر، نمازهای عیدین، قطعا اونها رو باید بخونید. من سراغ ندارم که در مورد نمازهای واجب هم کسی چنین حرفی رو زده باشه. به هر صورت شما نمازهای سنت رو بخونید سر وقتشون و نمازهای واجب رو مانند عیدین رو، نمازهای وتر رو سر وقتش به نیت خود این نماز بخونید، نه به نیت قضایی. و نظر بنده و بسیار از علما این است که نمازهایی رو قبلا عمدن قضا کردید اون یک گناه و معصیتی بوده، همین که توبه بکنید برای شما کفایت میکنه. لازم نیست که نمازهای سنت امروزتان را یا نمازهای واجب رو به نیت نمازهای قضا شده بخونید. نمازهای قضا شده از بین رفته، وقتش هم گذشته و گناهی هست که انجام شده، نباید انجام میشد. همون توبه و استغفار و مواظبت از این به بعد انشالله بر نمازها برای شما کفایت میکند. جزاکم الله خیر. بیننده از فیسبوک پرسیدن که اگر خانمی در دوره حاملگی است آیا میتواند کاری انجام دهد که فرزند سالم و صالح تحویل جامعه دهد؟ قطعا چیزی که در این مورد به اصطلاح مفید هست این است که انسان خودش صالح باشه و به اصطلاح پدر و مادر صالح باشند و از مال حلال استفاده بکنند، مال حرامی در زندگیشون وجود نداشته باشه و بعد از این که فرزند اساسا قبل از این که ازدواجی صورت بگیره زن و شوهر باید همدیگر را بر اساس ایمان و بر اساس اخلاق و صلاح باید انتخاب بکنند و در زمان زندگی خودشون باید پایبند باشند و از مال حرام پرهیز بکنند. و وقتی هم که بچه به دنیا میاد بر طریق اسلامی که برگرفته از خود تربیت خانوادگی هست و عمل پدر و مادر بر تعالیم اسلامی هست، انشالله که فرزند هم به همون سمت و سو می رود و خصوصا در این زمینه دعا رو هم فراموش نکنند. درست. ببین دیگری پرسیدن که شخصی با خانمش دعوا می کند و چندین جلسه این رو گفته است که برو از خونه بیرون، طلاق هستی، حکمش چیست؟
اگر چندین مرتبه و چندین مورد این رو گفته باشه و نیتش همون نیت طلاق باشه و گفته باشه برو بیرون که طلاق هستی، این طلاقش واقع شده. یعنی به تعداد چند مرتبه که گفته باشه، اگر یک مرتبه گفته یک طلاق، 2 مرتبه یا 3 مرتبه گفته، همون 2 یا 3 طلاق در واقع می شود. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. تشکر میکنیم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك